حتما شده زمانهایی که یک ملکی را اجاره دادین و مستاجرایی که اون ملک را اجاره کردن بیش از یک نفر بوده، 2 یا 3 نفر یا که بیشتر، و در پایان قرارداد بابت تحویل، بابت پرداخت یا برگشت پول پیش یا همون مبلغ قرض الحسنه دچار مشکلاتی شدیم. از همه مدیران املاک یا مشاورین محترم خواهش میکنم که این جمله را برای افرادی که بیش از یک مستاجر دارن حتما در قرارداد بنویسن که در پایان قرارداد با خیال راحت بتونن اون ملک را هم تخلیه کنن، هم تحویل بگیرند و هم که مبلغ قرض الحسنه را بتونن به راحتی پرداخت بکنن. و اون جمله این هست: داخل قرارداد بنویسید مسئولیت مستاجران که میگیم یعنی بیش از یک نفر، نسبت به قرارداد به صورت تضامنی هست و هر یک از مستاجران نسبت به کل قرارداد تعهد کامل دارن و حضور یک نفر از اون مستاجران برای تحویل، تخلیه و دریافت مبلغ قرض الحسنه و حالا غیره مسائل از این دست کافی است. و این جمله رو که توی قرارداد بنویسین هیچ مشکلی براتون برای تخلیه و تحویل ملکتون به وجود نمیاد. موفق باشید.